سال نو می آید استقبال گیر پیشواز آن را تمامی سال گیر هر دقیقه هر نفس قیمت شمار ساعت پاینده را دنبال گیر سلام و درود نیسار یکایک شما مخلصان و هواداران صنعت بالا ما که در عرفه سال نو میلادی قرار داریم با سرپرستی شرکت رخش تاکسی و یوتیوب کانال جلال مومینов تصمیم گرفتیم تا برنامه را با نام شام در اسفره تهیه و پیشنهاد شما مخلصان و هواداران ساز و نوا گردانیده باشیم. Ассаламу алейкум. Гуру ширкати Рахш такси Шотбош мегуяд. Здравствуйте. Вас приветствует компания Рахш такси. Ширкати Рахш такси Сфара. Салам алейкум. Нигина шумо ро гӯш мекунам. سلام علیکم نگینا جان. من میخواستم که از همین شرکتی شما استفاده برم و من یک ماشین روان میکردید. کجا با شما آپا جان؟ همین کروگی بهار بند. خوب شد است آپا جان. کروگی بهار برامون نکنم رانده با شما تماس نگیره. تشکر برای انتخاب رخش تاکسی. شرکت رخش تاکسی شرکت مسافرکشان وطنی بوده در تمام گوشه و ناحیه‌های جمهوری ما کار و فعالیت می‌نماید. هر یک شهروند تاجیکستان میتواند به رقم کوتاه 3333 زنگ زده تاکسی فرمایش داده باشد. شرکت رخش تاکسی در ولایت سوخت از جمله در شهرهای خوجند، کانی بادام، استرافشان، پنجکین و عین حال در شهر اسفره کار و فعالیت خود را آغاز کرده است و 24 ساعت در خدمت خلق می باشد. تاکسی که ما فرمایش داده بودیم الان حاضر شده رفتیم دستان در بومه را آغاز کردیم. شرکت رخش تاکسی شما و اهل اویله شما را فرارسی سال نو میلادی تبریک نموده و شما خاطر جمع تنصیحاتی طبیب والده خوشبختی روزگار و تمام آرزوهای دلتان را در سال نو 2022 تمنا مینماید. همشهریان عزیز اگر شما میخواهید که تاکسی فرمایش دهید به رقم کوتاه 3333 زنگ زنید. خدمت رسانی رخش تاکسی زود، براحت و امکان پذیر می باشد. این حال در برنامه شام در اسفره استاد عزیز علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان راهبر گروه آوازدار دلشاد جان محمدов حضور دارند. از نام یوتیوب کانال جلال مومینов و شرکت رخش تاکسی استاد عزیز شما رو به برنامه شام در اسفره خیر مقدم میگویم. ما که در عرفه سال نو قرار داریم به شما و در شخصیت شما به اهل عائلتان سال نو میلادی را شاد باش میگویم. استاد عزیز شما که در جمهوری ابرو و اعتبار خاصه دارید میخواستم کمتر از شما پرسان شوم تا اینکه درباره خود و تأسیس یابی گروه آوازداری دلشاد معلومات میدادید. سلامت باشید. از فرصت مناسب استفاده برده همه مخلصان همه شما رو به تاجیکستان نظر به فرارسی سال نو 2022 تبریک و تهنیت بگذار. چه آرزوهایی که در سال گذشته ایستاده عملی نگشت بگذار در سال نو آمده ایستاده خداوند عملی گرداند. من کمتر درباره خود نقل میکنم. سال 1984 در پیش کلخوزا بود. کلخوز لیلین گفته که پدرم اونجا دیرکتوری کلوب بودند. ما اونجا به تأسیس دادیم گروه دلشاد. من تا حاضر من فعالیت دارد. من 36 سال شده است، 37 سال نصیب من خدمت وطن و خلق و گشتیم ما در خدمت مخلصان وقت. بگذار که همیشه همین گونه با ابرو و اعتبار خاصه باشید و در خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی سرودهای شما طنین انداز باشد. استاد عزیز سالی سپری شده ایستاده برای شما چه ارمغان آورده بود؟ بسیار سوالی نه. سالی سپری شده من شکرانه میکنم که ارمغان بسیاری آورد. من فرزندم رو توی نکاحی کردم. مبارک شد، خوشبخت شدم. الهی همه توی کند خدا رساند و سرودهای نو ساختیم. بهترین. این همش ارمغان تویا بسیار شد ناگفته نمانه. بهترین. چون که 2020 سالی وزنیم بود. آره. 2021 شکر خدا این نصیب معرکه ها بسیار شد، تویا بسیار شد. من
خدا خواهد این بیماری و با خدا نگاه دارد. من سال 2022 با همه الهیم عصری تلوگین، عصری زیبا، عصری صلح، عصری شکوفانی باشد. بگذار استاد، باز میخواستم که انا همان سرودی وطن که اینقدر مشهور گشته است مصلحت و ایده ای که بود. سرود سال 2013 ناگفته نماند من و رژیسوری از این مشهور تاجیک دوستی ما محیدین مظفر و دادرم که سرودهای مرا به ایجاد میارن ثبت میکنن، فرخ جان محمدوف. ساعت 12 بود ما شدیم گپ زدیم درباره وطن، کلیپای گفتیم ولی و سرود موسیقیش تاول بود و شعر نبود. بعد شعری کمال نصرالله یافت شد. بعد من در آمده زمزمه کردم. بعد من پیدا شد ساعت 1:30 شب یا 2 بود. آیا شما باوری یا آگاهی داشتید که این سرود در مدت کوتاه اینقدر مشهور و پسندیده میگردد؟ وطن وطن سرشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هشتی من، بهشتی من. این اشکی نمیدونه چی میشه، خدا میدونه. من باوری داشتم که این سرودی نهد میشه، نه این خیلی مشهور میشد که شنید باوری نداشتم. شما استاد عزیز از صنعتکار بودنتان راضی هستید؟ چرا نه؟ البته، چون که من خودم نانی صنعت خورده به وای رسیدم و با نانی صنعت موقع فرزنده رو من به وای رسانده ایستادم. من شکرانه الله میکنم رو البته راضی هستم. پس استاد جان اگر ملال خاطر نگردد، مادامی که اویدی سرودی وطن ما هم صحبت شدیم، چی میشد اگر 4 مصرعش رو زمزمه میکردیم؟ البته برای مخلصان. وطن وطن سرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمین زرد و هشتی من، بهشتی من. وطن وطن سرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمین زرد و هشتی من، بهشتی من. محبتی تو رنگ رنگ شکفته روی سنگ تو، 100,000 آرزو، 100,000 رنگی تو. بیاری لاله خیزی من، بهاری موش بیزی من، چو جانی من عزیزی من. وطن وطن بهشتی من، وطن وطن بهشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین زرد و هشتی من، بهشتی من. کمتر آوازها خورفتگی دل زنده شود شنیده آواز شما، بلبل و چمن مشق کند ساز شما. بهترین در سال سپری شده کدام آرزویتان عملی گشت؟ کدامش نی؟ خیلی سوالی بای چی میگم؟ آرزو بسیار. نه خداوند همیشه در کدام سال تو کی عملی میرساندگیش به خداوند میداند. من شکرانه میکنم که قریب به همه آرزوهایم رسیدگی. شکرانه خدا، شکرانه که این سالها به بیماری گذراندم. همش تنی صحت خاطری جمع برای من همین آرزوی نیک است برای همه. سرودی که خودی شما دوست می‌دارید و استاد پیوسته در تنهایی زمزمه میکنید کدام است؟ من بسیار سرود را دوست می‌دارم، لیکن در هر یک آدم یک سرود هست که باید همه را بسیار زمزمه میکنه. از آن استاد دلشاد جان محمدوف کدام باشد؟ از آن خودم نیم. سرودی پدرم هست. پدرم در 10 سالگی درباره مادر من همون سرود یکم بار خواندم. با همون سرود
نامبردار شده بودم در میسفری خودم خیلی کمتر باشد بجنبی 4 مصرع خیلی سرودی غمگینی است در سال نو. خیلی مادران گذشتگان رحمت کند، زنده هاشون به عمری دراز کرد، مادران 100 ساله باشن، دعا کنن که سال پربرار شود، سالی بی وبای و بی جفا شود. ایلان مادرم جان مادرم آن گلی سیاهت منم کجا رفتی تو چرا رفتی تو گریانده مرا سوزانده مرا جان مادرم جگر کبابم. این سرود را خواندن بسیار مشکل. بهترین مادامی که شما از خردسالی صنعتکار و همچون یک شخصیت شناخته معروف هم هستید استاد، اگر ملال خاطر نگردد کمتر درباره اشتراک در کینوفیلم سلام گلنور رحیم‌آفرین کمتر میگفتید؟ همگام میدانم که ما در تحصیلات مکتب میانه رقم 12 در وقت SSR در وقت شوروی بود، صنف‌های پنجم بودیم و ماهای مرد بود. بعد کینوستودیا آمدن تاجیک فیلم، خدا رحمت کند رژیسور بزرگ همسایه ما عبدالرحیم قدوسوف بودن رژیسورش. بعد درس موسیقی بود، خیلی دیدم و سرودخوانی و بعد در آمدن گفتن همه را کاستینگ کردن. بعد فیلم 3 ماه فیلم گرفتن، 4 ماه بود بخیر به یادم نیست. ما در رول اساسی هم نباشیم، قریبا در رول اساسی بودیم. من بعدی 36 سال بعد با آمدن همون اکتورها رو جمع کردن با یک نوار زیبا گرفتن. ما خرسند که در تاریخ این نصیب بود است که در این خیر فیلم نقش آفریدیم. محض وقتی که انمون فیلم ثبت میشد در دل شما و فکرم مهر صنعت، مهر انمین استعدادتون دوچند شده بود؟ البته دوچند بود. بعد با اونجا من فورتپیانو نواخته بودم. بعد من گفتم این صنعت در دلم جوش و خروش گرفت. بعد میخواستیم که با فیلم و نقش آفریم. خیلی نصیب من حاضر با شکرانه استقلالیت، شکرانه دولت که من حاضر همه چیز مهیا. استاد جان از نگاه شما میخواستم که مادامی که سرپرست برنامه ما نگفته نماند که شرکت آوازه‌دار رخش تاکسی است، خود شما از خدمت رسانی شرکت رخش تاکسی استفاده میبرید؟ البته تیز استفاده میبریم، چون که ما کارا ما بسیارتر در شبانه برای ایجاد وقتی آرامی تینجی بسیار استفاده میبرم. خدمت رسانی نقص تیز به درجه. انا همین یک تحفه سالی نوی کوپون از شرکت رخش تاکسی برای شما تقدیم میگردد. مرحمت قبول فرمایید. شما میتوانید از همین کوپون رایگان از شرکت مسافرکش رخش تاکسی استفاده میبرید. سلامت باشید. رحمت. در سال نو چه آرزوهای نجیبه دارید؟ در سال نو آرزو بسیار. الهی میخوام که هم تاجیکستانی ما تینج باشد، صلح باشد
соли нав барои ҳама як орзуи нек биёрад ки ҳама хурсанду хушбахту сарҷамона зиндагӣ кунем ва барои ободии ватан, барои хизмати ватан бо якдигар ҳама сарҷамона Тоҷикистонро обод кунем. ҳама тансияту ҳама обод бошанд, мо хурсанд, мо замзамакара мегардем, ҳама тӯй кунанд. илоҳо устод, ба шумо бори дигар аз номи сарпарастони ин шабнишинӣ, аз номи ютуб канали Ҷалол Мӯминов ва ширкати Рахш таксӣ миннатдорӣ беандоза баён менамоям. бигзор кунед ки ана ҳамин тамоми орзуҳои шумо чӣ дар соли нав, чӣ дар ҳаёти оянда, бигзор ки ҳамеша ҷомаи амалӣ пӯшад ва мо мардуми тоҷику тоҷикистонӣ албатта аз сурудҳои шуху ҷазоби шумо баҳравар бошем. бигзор ки маъракаҳои ҳар як тамошобинон, мухлисони шумо бо худи шумо, бо ширкати шумо ба дараҷаи олӣ гузашта бошад, ба шумо дар ҷодаи санъат бурдбориҳоро хоҳон ҳастанд. саломат бошед. ташаккур барои иштирокатон. саломат бошед. соли наветон муборак. мухлисон ва ҳаводорони ютуб канали Ҷалол Мӯминов, мо тасмим гирифтем дар барномаи ояндаи шом дар Исфара боз яке аз ҳофизони шинохта, аълочи фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбари ансамбли Рахшон, устод Абдураҳмон Шамсиевро даъват намуда бошем. агар шумо ягон савол оиди ана ҳамин ҳофизи шинохта дошта бошед, ба мо пешкаш кунед ва мо ба ин ҳофизи шинохта пешниҳод менамоем.